Abasham, pas. Oh, man. Kane, huzur. Ma. این گریه فاطمه است، یک از طفلان پنجگانه که یک سال قبل در ناحیه قبادیان ولایت ختلان به دنیا آمده. حسن و حسین، فاطمه و زهرا و بیبی عایشه، پنج ستاره بخت خاندان دلنازه و برات، زن و شوهر بلند اقبال از ناحیه قبادیان می باشند. آنها 30 دکبر سال روان یک ساله می شوند. ما یک گروه کارمندان ایجادی روزنامه ختلان در عرفه سال نو و یک ساله شدن این 5 طفل خوشحاله به دیداربینی آنها رفتیم. برابر وارد شدن به خانه پر از گهواره و شنیدن صدای گریه و فریاد طفلان ما را حسیات عجیبی فرا گرفت. حسن و حسین در روی دستان پدر و مادر، فاطمه، زهرا و بیبی عایشه در گهواره با زبان شیرین کودکانه با خود و اطرافیان حرف می زدند. باوری کس نمی آید به یک بارگی 5 طفل را تا به یک سالگی نگاه بین و به کمال رساندن تا کجا مشکل است تصور نشدنی است. البته شبهای سپری گشته با بیدارخوابی مادر زحمت نگاه بین طفلان مشکل است، اما به یک بارگی 5 طفل همسن و سال را نگاه بین کردن باز هم مشکل تر. با اندیشه مادر طفلکان سلامتی آنها تا امروز خوب است. وزن، فهمیش و حرکت آنها از روی معیار است. اما فرزند کلانی حسن نسبت به دیگرها هوشیارتر و زیرکتر است. بیبی عایشه باشد از همه اکا و خواهران آخرین به حساب می رود، اما اولین شده دندان برآورده است. در این شب روزها احوال هر یک از این کودکان خوب است و آنها مدام در تحت نظارت طبیبان قرار دارند. مادر کودکان میگوید میخواهم یک پسرم دکتر و دیگر ژورنالیست شود. وقتی که این طفلکان پنجگانه به دنیا آمده بودند، نه تنها در تاجیکستان بلکه در آسیای مرکزی رویداد بی سابقه به حساب می رفت. والدین پنجگانیکا حسن، حسین، فاطمه، زهرا و عایشه، ساکنان ناحیه قبادیان، از این هدیه گرانبها و فوق‌العاده قسمت خیلی راضی و به نهایت شکرگزارند. خیلی مشکلات گذشتن. های نصیب باشه امروز 30 دکبر زود روز میشود. های 5 بوده خطی کمتر مشکلی هم میشود نکی گذشتن. همه چیز طاقت خود توازی را کمک کرده استم. خدا به هزار باشه که خیلی هم طرفای حکومت یادم کردن، طرفای جماعت، طرفی هم ولایت، هم خانه ساختمانی هم رحمت ساخته دادن، بچه‌های هم خیلی آسان شد. هزار بار شکر، هزار بار رحمت که هر یک انسان باید خیلی خداوند تحفه کند این معجزه خداوند کلان شد. یک تاش گیره کنه با بیدار میشیم نیم شب همشون گیره میکنه یک باره با نوبت. دلنازه گرچند خیلی جوان است ولی به خوبی از عهده نگاه بین طفلکان خویش میبراید. با او همسر، مادر عروس و همسایه ها نیز در نگاه بین کودکان کمک میرسانند تا به امروز به این 5 ستاره بخت دلنازه و برات از جانب راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کمک های مالی و پولی رسانیده شده است. همچنین در تاریخ 1 ایون سال 2021 بخشیده به روز بین المللی حفظ کودک به این عائله از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان خانه 5 حجرگی مجهز با تمام شرایط و اسباب و لوازمات های روزگار تقدیم کرده شد. رئیس ولایت ختلان محترم قربان حکیمزاده شخصاً کلید خانه را در این روز به دست دلنازه مادر کودکان سپارید. ضمن عیادت به خاطر با اولین جشن سالگرد پنجگانیک‌ها موافق آمدن سال نو میلادی 2022 از نام روزنامه ختلان با طفلکان پنجگانیک تحفه های سال نوی نیز تقدیم کرده شد. در فرجام ما اهل ایجاد روزنامه ختلان
ба ин 5 тифлакони дӯстдоштанӣ саломативу саодатмандӣ, умри дарози бобаракат, толеи баланд ва ба падару модари онҳо дар таълиму тарбия ва ба камол расонидани фарзандон тавоноӣ, бурдборӣ ва муваффақияту кулли хушиҳои рӯзгорро таманно дорем. набиҷони Сайдаброр, ҳангомаи исмат, барои рӯзномаи Хатлон.